علت ارزانی از ابوالقاسم حالت. تاجر ممسک و بسیار خسیسی که زر و سیم وی و ثروت دارایی او از حد و اندازه به در بود، ولی هیچ از آن مال نمیخورد و از آن بهره نمیبرد. شنیدم ز قضا گشت به یک ناخوشی سخت گرفتار و دل افسرده و بیمار. بسی زار بی افتاد توی بستر بیماری و بیزاری و ناچاری و گشتند زن و بچه وی سخت هراسان و فتادند از این کوی بدان کوی، از این سوی بدان سو، به تکاپو که شتابند و بیابند پی چاره بیماری آن تاجر بیمار، طبیبی و دوایی. دکتری آمد و بیماری او دید و یقین کرد که آن مرد دچار مرضی گشته که محتاج به جراحی فوری است. لذا توصیه بنمود که بس زود پی دکتر جراح فرستند. برفتند به دنبال یکی دکتر جراح و چو جراح به بالین مریض آمد و درد و مرضش کرد برانداز، به وی گفت که جراحی امعاء شما کار بسی مشکل و دشوار بود. اجرت این کار هم البته گران است، ولی از پی بهبودی و درمان مرض چاره جز این نیست که پرداخت نمایید. همین اجرت بسیار گران، ورنه یقینا نتوان داشتن امید شفایی. تاجر ممسک و منعم چو شنید این سخنان ناله کنان گفت بیایید و به من رحم نمایید، از آن روی که من بنده یکی کاسب بیچیزم و هرگز نتوانم که چنین پول کلانی به شما باز دهم. دکتر هوشیار یقین داشت که او ثروت بسیار کلان دارد و این دوز و کلک ها که مرتب سرهم می کند اندر پی آن است که از بهر عمل پول نپردازد و حرفی که ز بیچیزی و بیپولی خود میزند البته ندارد پر و پایی. زین سبب گفت پس اکنون که شما پول ندارید کنم دکتر جراح دگر را به شما توصیه تا از پی جراحی خود جانب او روی بیارید، به خرج عملش باک ندارید. خلاصه بگذارید که او دست بدین کار زند، چون کند او زود شما را عمل و پول هم از بابت این کار نگیرد ز شما. تاجر از این حرف چو گل وا شد و بشکفت و به وی گفت مگر مفت عمل می کندم؟ گفت که نه خیر، 2 روز دگر از وارثان می طلبد مزد چنان کار کذایی.